سلام بچه ها، امروز اومدیم با آموزش یه داستان خفن هالووینی که آموزش میکاپش رو براتون بذارم. همین الان منو لایک و سابسکرایب بکن تا بتونی منو دنبال بکنی، صفحه من رو داشته باشی تا آموزش های روز دنیا و میکاپ های هالووین رو بتونی آموزش ببینی. با من همراه باشیم. هالووین بود. امیلی توی اتاقش جلوی آینه نشسته بود. لباس سفید و شنل کوتاهش آماده بود. فقط مونده بود گریم صورتش رو تموم بکنه. روی میز چند تا شمع‌های کوچک روشن کرده بود تا فضا ترسناکتر به نظر برسه. وقتی با قلمو خطی قرمز کنار چشمش کشید، ناگهان صدای خشخش از آینه شنید. اول فکر کرد صدای شمع‌هاست، ولی دوباره نگاه کرد. انعکاسش یک لحظه چشم زد، در حالی که خودش پلک نزده بود. مو به تنش سیخ شد. لب‌هایش لرزید. حتما خستم. اما تصویر داخل آینه آروم گفت نه، خسته نیستی، تو دیر کردی. نفسش بند آمد. صورتش نزدیکتر به شیشه شد. دستش بی اختیار به سطح سرد آینه خورد. اون لحظه سطح شیشه مثل آب موج برداشت و دستی یخی بیرون جهید. گونه‌اش را چنگ زد، شیشه ترکید و لبه های تیزش پوستش را برید. خون تازه روی آرایش قرمزش جاری شد و روی لبخند طراحی شده‌اش چکید. اما تصویر درون آینه هنوز تمیز و زیبا بود، بدون خراش، فقط با همون نگاه خالی و بیروح. عقب پرید، جیغ زد، ولی خون جلوی دهن امیلی را گرفت. نور شمع‌ها یکی یکی خاموش شدن. آخرین چیزی که دید انعکاسش بود که لبخند میزد و آرام میگفت حالا من جای تو به مهمانی میروم. وقتی امیلی به مهمونی رسید، دوستانش یک لحظه مات و مبهوت شدند. چیزی در ظاهر امیلی تغییر کرده بود. این نسخه او انگار متفاوت بود، نه فقط به خاطر آرایش هالووین، بلکه به خاطر نگاه و حرکاتش که کمی مرموز و عجیب به نظر می رسید. لبخندش با کمی خشونت اصرار همراه بود. انگار کسی دیگر جای او را گرفته بود. دوستانش یکی یکی به هم نگاه کردند و با صدای لرزان پرسیدند امیلی، توی واقعیت همین شکلی هستی؟ یا این همون میکاپه؟ اما امیلی فقط لبخند مرموزی زد و آینه کوچکش را روی میز نگاه کرد. انگار که آینه چیزی بیشتر از یک وسیله نبود و نسخه جدید از خودش را بیرون آورده بود. دوستان امیلی کم کم متوجه تغییرات عجیب او شدند. اولش فکر کردن که فقط میکاپ و نور مهمانی باعث این حس شده، اما وقتی امیلی شروع کرد به حرف زدن، چیزی در صدا و لحنش به شدت متفاوت بود. جملاتش کوتاه و خشک بودند و گاهی بدون هیچ دلیلی به اطراف نگاه می‌کرد. انگار چیزی را می‌دید که هیچ کس دیگر نمی‌دید. یکی از دوستانش سارا آرام گفت امیلی، تو چرا اینقدر فرق داری؟ انگار خودت نیستی. امیلی لبخند زد، اما لبخندش دیگر آن شیرینی سابق را نداشت. دستش را به سمت آینه کوچکی که هنوز در کیفش بود کشید و گفت شاید خودم هم نیستم، اما این نسخه از من حقیقت را می‌بیند. دوستانش با ترس عقب رفتند. گاهی نسخه جدید امیلی حرکاتی انجام می‌داد که هیچ کس نمی‌توانست پیش بینی کند. لبخندی بی صدا، چهره‌ای خشمگین، حتی نگاهش به آدم‌ها هم عمق عجیبی داشت. در گوشی از سالن امیلی آینه را روی زمین گذاشت. نور شمع‌ها روی شیشه افتاد و برای لحظه‌ای همه دیدند که انعکاسش با چهره واقعیش متفاوت است. یک چهره سرد، کمی ترسناک و با برقی عجیب در چشم‌ها. لایک و سابسکرایب یادتون نره اگه میخواید ادامه ماجرا رو ببینید و منو دنبال کنید.